به نام خدا با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتون خوب و سلامت باشید. آیا همگی خوب است؟ بله. بخیر آمدین؟ بله. بسیار خوب. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس گذشته رو در خانه تکرار کرده باشید، آماده درس امروز باشید. امروز در کتاب بیولوژی صنف هفتم یک درس جدید را می‌خوانیم. درس ما تحت عنوان تنفس حجروی میباشه که این درس ما صفحه 24 و 25 کتاب بیولوژی صنف هفتم هست. کتاب هایتان را باز کنین، کتابچه و قلم هم پیشتان داشته باشید تا اینکه درس را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، ما روز گذشته درباره عملیه ترکیب زیایی یا فتوسنتز خواندیم و این را یاد گرفتیم که یک نبات غذای خود را خودشان به دست میاره و همی که غذای خودشان را به دست میاره توسط یک عملیه صورت میگیره. آب را از ریشه میگیرن، نبات آب را از ریشه جذب میکنه، کربن دی اکساید را از هوا گرفته و همچنان تحت تاثیر نور آفتاب انرژی نور آفتاب را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. نور آفتاب توسط کلروفیل که در کلروپلاست یک نبات قرار داره جذب میشه و سبب میشه که اکسیژن و گلوکوز را ایجاد کنه. از گلوکوز نبات میتونه که تغذیه کنه. امروز درس ما درباره تنفس حجروی هست. اهداف درس امروز ما این هست که یاد بگیریم تنفس حجروی چی هست و معادله تنفس حجروی به چه شکل می باشه. پس میایم روی این موضوعات بحث میکنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگردای عزیز، اول از همه در ذهن شما یک سوال را ایجاد میکنم که آیا شما تو حال فکر کردین که یک حجره تنفس میکنه؟ آیا با این موضوع فکر کردین؟ خب شاگردای عزیز، تمام حجرات بدن تنفس میکنن. منظورم از این گپ چی هست؟ یعنی اگر شما یک شخص را میبینین که در حال کار کردن هست، اونا چه قسم میتونن این کار را انجام بدن؟ توسط انرژی که دارن، انرژی را مصرف میکنن و کار میکنن. در اثر مصرف کردن انرژی اونا میتونن کار کنن. یعنی به خاطر کار کردن نیاز به انرژی دارن. یک کسی که انرژی نداشته باشه، کم انرژی باشه، یا بعد از اینکه یک شخص خیلی زیاد کار کرد و انرژی خود را از دست داد دیگه نمیتونه به اون شکل خوب کار کنه، میرم میگیم که انرژیش کم شده. یعنی انرژی داشتن به خاطر کار کردن یا به خاطر پیشبرد فعالیت‌های روزمره و زندگی خیلی مهم هست. اما انرژی از کجا میشه؟ انرژی که یک شخص مصرف میکنه توسط عملیه تنفس حجروی به دست میآید. تنفس حجروی عبارت از عملیه‌ای هست که انرژی را تولید میکنه. اما اینجا یک سوال است که این انرژی باید از کجا شوه؟ تنفس حجروی چی هست؟ شاگردای عزیز، تمام حجرات به خاطر از اینکه انرژی تولید کنن یک عملیه را انجام میدن. یعنی از گلوکوزی که موجود هست گلوکوز را مصرف میکنن و سبب میشه که انرژی تولید شود. گلوکوز را مصرف میکنن، انرژی تولید میکنن. گلوکوز همراه با اکسیژن یک جا میشه. گلوکوز با اکسیژن یک جا شد چی را میسازه؟ بر ما کربن دی اکساید را میسازه، آب را میسازه و یک مقدار انرژی اینجا آزاد میشه. انرژی که آزاد میشه رو ما گفتم میتونیم عبارت از انرژی هست که به خاطر پیشبرد فعالیت ها به کار میره یا هم انرژی هست که مصرف میشه. همه انسان ها، همه موجودات زنده گفتم میتونیم یا مشخصا گفتم میتونیم همه حجرات در بدن یک موجود زنده نیاز به انرژی داره و انرژی رو به خاطر چی نیاز داره؟ به خاطر از اینکه بتونه فعالیت‌های حیاتی که فعالیت‌های حیاتی شامل حرکت، تغذیه، تنفس، تکثر میباشه اینا رو به پیش ببره. شما میفهمین که همه موجودات زنده بعضی از فعالیت‌های حیاتی دارن. یعنی حتی گفتم میتونیم تفاوت یک موجود زنده از یک موجود غیر زنده عبارت از چی هست؟ عبارت از این هست که موجود زنده فعالیت‌های حیاتی داره. موجود زنده حرکت داره که موجود غیر زنده حرکت نداره. یا همین قسم تغذیه، تنفس، تکثر، اینو خصوصیات یک موجود زنده هستن. موجودات زنده که شامل انسان‌ها، حیوانات و نباتات میشه، همین فعالیت‌ها را پیش میبره که فعالیت‌های حیاتی یک موجود زنده هست. در صورتی که موجود غیر زنده این فعالیت‌ها را به پیش نمیبره و این فعالیت‌های حیاتی در یک موجود غیر زنده شامل نیست.
پس چرا همین موجود زنده میتونه این فعالیت ها را پیش ببره؟ به خاطر موجودیت انرژی هست. انرژی سبب میشه که موجود زنده بتونه فعالیت های حیاتی خود را پیش ببره، بتونه حرکت کنه، بتونه عملی تغذیه را انجام بده، تنفس را انجام بده، تکثر را انجام بده. تمام این فعالیت ها را یک موجود زنده توسط داشتن انرژی میتونه انجام بده و این انرژی توسط عملیه تنفس حجروی به دست میاد. عملیه تنفس حجروی عبارت از یک عملیه هست یا گفتم میتونیم یک عملیه کیمیایی هست که در اثر از او از گلوکوز انرژی حاصل میشه. از گلوکوز انرژی به دست میاد. یعنی ما گفتم میتونیم گلوکوز همراه با اکسیژن یک جا میشه و در اثر این تعامل کربن دی اکساید، آب و انرژی آزاد میشه. انرژی در انجام فعالیت ها برای موجود زنده به کار میره. خب شاگردای عزیز تا این قسمت درس را یاد گرفتیم؟ بله. سوال ندارم؟ سوال هست؟ استاد. بگو زهرا جان سوالتم. استاد تنفس حجروی چگونه صورت میگیرد؟ بسیار خوب. شاگردای عزیز زهرا جان بسیار یک سوال خوب پرسان میکنه. میگه که تنفس حجروی در کجا صورت میگیره؟ تنفس حجروی که گفتیم عبارت از عملیه‌ای هست که از گلوکوز انرژی به دست میآید، در همه حجرات صورت میگیره. اما در کجای یک حجره؟ در قسمتی به نام مایتوکاندریا هست که انرژی تولید میشه. اگر شما درس های گذشته را تکرار کرده باشین اینا میفهمین که یک حجره دارای ساختمان های مختلف میباشه. ما گفته بودیم که حجرات یکیشان از دیگه متفاوت هستند. حجرات از نظر شکل، از نظر جسامت و از نظر وظیفه متفاوت میباشن. اما بعضی از ساختمان ها وجود داره در یک حجره که با دیگه حجرات مشابه هستند. او ساختمان ها یک غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته بود. هسته کنترل تمام حجره را به عهده داشت. سایتوپلازم که قسمت بسیار زیاد یک حجره را تشکیل میداد، یک مایع شفاف گفته میتونستیم بود، آب و پروتئین ها را شامل میشد و همچنان گفتیم در سایتوپلازم بعضی از ساختمان ها، بعضی از ارگان ها وجود دارند که به نام اعضای کوچک ارگانچه ها یاد میشد. اینا رو به نام ارگانیل یاد میکردیم. یکی از ارگانیل هایی که در سایتوپلازم حجره موجود بود عبارت بود از مایتوکاندریا. ما درباره مایتوکاندریا خواندیم که همون قسمتی هست که انرژی در او تولید میشه. پس درس امروز فهمیدیم که انرژی که در مایتوکاندریا تولید میشه توسط چی هست؟ توسط خود عملیه به نام تنفس حجروی هست. حجره‌ای که 3 قسمت داشت، 3 قسمت در تمام حجرات موجود هست. هسته، سایتوپلازم و غشای حجروی. غشای حجروی مثل یک دیوار هست، مثل یک پرده هست که عبور و مرور مواد را به داخل حجره اجازه میده. که درباره عبور و مرور مواد عملی انتشار و آسموس ما بحث کردیم. هسته را گفتیم که کنترل وظایف یک حجره را به عهده داره و همچنین سایتوپلازم درباره هر کدام ارگانیل هایی که در سایتوپلازم حجره موجود هست ما خواندیم. مایتوکاندریا را آشنا هستیم که عبارت از ساحه‌ای هست که برای حجره انرژی را تولید میکنه. همین انرژی را که مایتوکاندریا تولید میکنه توسط عملیه تنفس حجروی صورت میگیره. جواب دا گرفتیم؟ استاد. بسیار خوب. خب شاگردای عزیز، درس ما شامل چند موضوع بسیار مهم می باشه. که شما تنفس حجروی را خوب بفهمین و متوجه یاد باشین که تنفس حجروی در همه حجرات صورت میگیره، چون همه حجرات یک موجود زنده نیاز به این دارن که انرژی داشته باشن، به خاطر که همون انرژی را در فعالیت ها به کار ببرن. البته یک موضوع رو شما هیچ وقت اشتباه نکنین. یک حجره با حجره دیگه قسمی که گفتیم متفاوت است از نظر وظیفه. مثلا اگر ما 2 عضو مختلف بدن را در نظر بگیریم که دارای حجرات متفاوت می باشه، وظایف متفاوت می باشه. حجراتی که در سیستم هضمی هست هضم را پیش میبره، حجراتی که در سیستم تنفسی هست تنفس را به پیش میبره و اینا چون از نظر وظیفه متفاوت هستن، انرژی که در اینا تولید میشه به خاطر عمو منظور یا به خاطر عمو وظیفه خاص خودشان پیش میره. انرژی که در عملیه تنفس در حجرات تنفسی ایجاد میشه به خاطر تنفس به پیش میره. انرژی که به خاطر حرکت هست در حجراتی که حرکت را ایجاد میکنن به خاطر عمو منظور به کار میره. پس عملیه تنفس حجروی در هر حجره انرژی لازم عمو حجره را تولید میکنه. خب شاگردای عزیز، کسی دیگه سوال ندارم؟ ها استاد. سوال هست؟ بگو مریم جان سوالتم. استاد،
معادله تنفس حجروی را میشه بگویید؟ بسیار خوب. خب شاگرد عزیز، صنفتان میگه که یک بار معادله تنفس حجروی را برش تکرار کنم. خب مریم جان خوب دقت کن. گفتیم در تنفس حجروی از گلوکوز انرژی به دست میاد. گلوکوزی که موجود هست در حجره همراه با اکسیژن یک جا میشه، سبب میشه که آب کربن دی اکساید و انرژی را ایجاد کنه. انرژیش آزاد میشه و برای انجام فعالیت ها به کار میره. جواب تو گرفتی؟ بسیار خوب. شاگردای عزیز، موضوع مهم ای هست که در درس گذشته که ما درباره فتوسنتز یا عملیه ترکیب ضیایی خواندیم، ما گفتیم آب از ریشه همراه با کربن دی اکساید هوا میرن و در اثر تاثیر نور آفتاب و کلروفیل گلوکوز و اکسیژن را میسازن. حالا گفتم میتونیم که امی تنفس حجروی تقریبا سرچپه امو معادله هست. یعنی شما حفظ معادلات براتون آسان میشه اگر این موضوع را خوب دقت کنید. معادله تنفس حجروی با معادله فتوسنتز تقریبا برعکس یکدیگه هست. در تنفس حجروی امو قسم که گفتیم در فتوسنتز مواد حاصله یا محصولات فتوسنتز میاین و تجزیه میشن. محصولات فتوسنتز کدام ها بود؟ گلوکوز بود همراه با اکسیژن. اینجا گلوکوز با اکسیژن یک جا میشه، دوباره آب و کربن دی اکساید را میسازن و یک مقدار انرژی را همچنان آزاد میکنه که این انرژی عبارت از امو انرژی هست که تأمین میکنه عملیه تنفس حجروی را، تأمین میکنه فعالیت های یک حجره را. شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. امیدوارم درس امروز را یاد گرفته باشین. درس در خانه تکرار کنین. بر شما چند سوال را به عنوان کارخانگی همچنان میتونم. کارخانگیتان اولی هست که تنفس حجروی را تعریف کنین. دوم، معادله تنفس حجروی و معادله عملیه ترکیب ضیایی را نوشته میکنین، با هم دیگه مقایسه میکنین. سوال سوم ای که به نظر خودتان انرژی در کجا، در کدام قسمت یک حجره تولید میشه؟ نظریه خودتان درباره اونمو عضوی که هست نوشته میکنین. این بود موضوعات درس امروز ما. امیدوارم درس در خانه تکرار کنین و خوب دقت کنین که تفاوت بین امی دو معادله را درست بفهمین. معادله عملیه ترکیب ضیایی و معادله‌ای که در تنفس حجروی هست. به خاطر از اینکه اینا تقریبا با هم کمی شباهت دارن. یا قسمی که پیشتر گفتم مثل از این هست که اینا برعکس یکدیگر باشه و شما اینا را در وقتی که کار میکنین یا وقتی که سوالاتش حل میکنین اشتباه نکنین. آب، یا بر شما میتونم فرمولش را همچنان بگویم، زمانی که آب در عملیه فتوسنتز که عبارت از H2O هست همراه با کربن دی اکساید یک جا میشه. H2O جمع کربن دی اکساید برای ما میته اکسیژن را همراه با گلوکوز که فرمول گلوکوز چی هست؟ شما از مضمون کیمیا بدی را به یاد داشته باشین. C6H12O6 عبارت از فرمول گلوکوز می باشه و در عملیه تنفس حجروی C6H12O6 که گلوکوز هست جمع اکسیژن میشه، همراه اکسیژن یک جا میشه، برای ما H2O یا آب را میته همراه با CO2 که عبارت از کربن دی اکساید هست و همچنان یک مقدار انرژی اینجا آزاد میشه. این موضوعات را خوب دقت کنین و درس در خانه تکرار کنین. شاگردای عزیز، امیدوارم درس امروز را یکان موضوعاتش را یاد گرفته باشین، بعضی چیزا را هم تکرار کنین که اونا هم خوب بر شما ذهن نشین شود. تا درس بعدی و یک موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.